سلام شاگردای قند، شاگردان نهایت عزیز، امید که جور صحتمند باشین. شاگردای عزیز، یک کلمه انگلیسی از never give up، یعنی هرگز تسلیم نشو. یعنی باید شما هرگز نه وضعیت شما را متوقف سازه، نه و غیره دلیلا، هرگز شما تسلیم نشین. دوستای عزیز، ما درس خود ادامه میتیم. امروز درس خود به ادامه درس های گذاشته از عمله تقسیم کسرها ادامه میتیم. دوستای قند، ببینین جلسه 22 ما میشه عملیه تقسیم کسرها. عملیه تقسیم کسرها ما تعریف میکنیم. عملیه ما کسره با دو بخش تقسیم کردیم. کسرها کسره اشار بود، آمده با کسرها ما با 4 بخش تقسیم کردیم. عملیه 4 گانه هدف ما عملیه جمع بود، عملیه تفریق بود، عملیه ضرب بود، عملیه تقسیم بود. ما 3 عملیهش خواندیم. امروز آخرین عملیه که میخوانیم عملیه تقسیم کسرها ماست. عملیه تقسیم کسرها ما تعریف میکنیم دوستان عزیز. به خاطر حل عملیه تقسیم کسرها هم کسر هوا را به حالت خودش ناشته میکنیم. علامه تقسیم را با ضرب تبدیل میکنیم. عملیه یعنی کسر دومی را معکوس میسازیم. به نام تقسیم عملیه کسرها یاد میکنن. ببینید دوستای قند ما حل میکنیم. حالا ببینید چه رقم حل میشه. ببینید دوستای عزیز، هرگاه این رقم بر ما سوال داده باشه 3/4 تقسیم 3/5 است. چی کار میکنیم؟ 3/4 را خودش نوشته میکنیم. علامه تقسیم به ضرب تبدیل میشه معکوس. 5/3 3 با 3 خلاص است. نوشته میکنیم جواب ما 5/4 است. ببینید چقدر آسان. 6/4 است دوستای عزیز. تقسیم به ضرب تبدیل میشه معکوس میشه 4/10. این با این خلاص میشه، اختصار میشه 1/4 میشه. این هم اختصار میشه. بله چند؟ 3 و 6 5 و 10. جواب ما میشه 3/5. ببینید دوستای قند چقدر آسان است. در نتیجه 5/10 تقسیم به ضرب تبدیل میشه معکوس 3/8 اختصار میشه. اختصار 5/15 میشه. اختصار نمیشه. 5/15 80 میشه. اختصار نمیشه. خودش نوشته میکنیم. در نتیجه ببینید دوستان از ایره ما پیش میریم 8/3 است. تقسیم به ضرب کسر اول سرچپه نمیشه دوستان. بعد از اینکه علامه تغییر خورد تقسیم به ضرب این معکوس میشه 20/10. بازم تقسیم به ضرب این معکوس میشه 60 چند است دوستان؟ 20 با 20 خلاص. درست است؟ ببینید 1 6 60 گفته میتونیم. 1 3 3 2 3 6 مخرج 1 شد کلگش. 2 8 16 میشه. جا ما چند است؟ 16 است دوستای عزیز. ببینید ایره چه رقم عمل میکنیم؟ 70/60 است. بسیار عالی. ضرب چند؟ 70/80 است. ضرب معکوس میکنیم 20 چند است؟ 70 است. ببینید 70 با 70 خلاص. 1 20 4 20 ما چند میشه؟ 80 میشه. 0 با 0 خلاص کنین. باز ده اینجا چند مان؟ ده اینجا 7 مان. دیگه هیچ چیز نمان. ده اینجا 6 و 8 مان. در نتیجه 1 7 ما 7 است. 64 24 میشه. جواب 7/24 میشه. ببینید دوستای قند چقدر آسان است. ببینید سوال آمدیم. سوال ششم، اگه اعداد صحیح دارن به بین تقسیم مشکل نداریم. ما شاگردای لایق هستیم. در این چیزا هیچ کدامش مشکل نداریم. اینا رو هم هضم میکنیم. در نتیجه ببینید دوستای قند در اینجا حل میکنم. 2 4 8 جمع 1 9 بر چند 4 تقسیم خودش بان ماله 1 8 8 جمع 1 9 بر 8. در نتیجه 9/4 در جایش علامه تقسیم به ضرب معکوس میشه. چند میشه؟ 8/9 میشه. 9 با 9 خلاص. 1 4 4 2 4 8. جواب چند است دوستای قند؟ جواب ما 2 است. چقدر آسان. در نتیجه اینجا حل میکنیم. 5 4 20 20 جمع 1 21 21/2 21/4 تقسیم خودش 2 3 6 6 جمع 1 7 7/3. در نتیجه 21/4 علامه ضرب چند میشه؟ 3/7. در نتیجه 1 7 7 3 7 21 میشه. 3 3 9 1 ضرب 4 ما 4 است. ببینید 9/4 است. چقدر آسان است دوستای عزیز. در نتیجه ایره حل میکنیم. 3/4 در جایش علامه تقسیم به ضرب معکوس میسازیم 8/5.
علامه جمع در جایش امکان اختصار باشه اختصار باشه ایرم تقسیم به ضرب تبدیل کنیم باز اختصار میکنیم. ضرب 3 بر 4 هم خودش تغییر نمیخوره، ضرب از در ضرب بعد ازش تغییر نمیخوره. این تقسیم به ضرب این کسر تبدیل میشه معکوس میشه 5. در نتیجه ببینید دوستای قن اینجا اختصار میشه بله 1 4 4 2 4 8 میشه 2 3 6 میشه بر 5 جمع این طرف ما اختصار میکنیم اینا را با اینا اختصار کردن نمیتونیم چرا اینجا جمع است. در نتیجه اختصار میکنیم حالا 1 4 4 2 4 8 2 با 2 خلاص 1 ضرب 3 میشه در پایین 1 5 در نتیجه ببینید مخرج ها مسئله قانون یاد داریم یکش میگیریم ایره جمع میکنیم بر چند 3 در نتیجه چند میشه 9 بر چند میشه 5 میشه 9 بر 5 است. ببینید دوستای عزیز چقدر آسان است ریاضی از دری که آسان است اگر دقت گوش کنین تحلیل کنین و چیزهایی که حل میکنین خودتان چقدر بتونین یاد گرفته یعنی تحلیل کرده بتونین. ببینید دوستای عزیز ایره ما چرا عمل میکنیم در نتیجه ببینید دوستای قند ایره غیر واجب میکنیم 1 2 2 جمع 1 چند میشه 1 2 2 جمع 1 3 بر 2 میشه ضرب 1 بر 3 در جایش منفی 3 بر 4 در جایش علامه تقسیم به ضرب این معکوس میشه 4 بر 3 میشه جمع 1 بر 2 میشه. ببینید دوستای عزیز 3 با 3 خلاص اینجا منفی است ایره 1 ضرب 1 ما 1 میشه 1 ضرب 2 ما 2 میشه منفی 4 با 4 خلاص 3 هم با 3 خلاص منفی اینجا چند است 1 است 1 3 ضرب 1 میشه و 1 ضرب 1 ما 1 میشه مثبت هم چه است 1 بر 2 است. در نتیجه خلاصه کاری کنیم مخرج مشترک میگیریم چند مخرج مشترک میگیریم دوستای عزیز 2 را داخل 2 چند داره 2 است 1 دانه 2 است درست است 1 دانه 1 ضرب 1 ما 1 میشه علامه منفی است. چند دانه است دوستای عزیز چند دانه 2 است چند دانه 2 دانه 1 ضرب 2 ما 2 میشه علامه مثبت است. چند است 1 2 میشه داخل 2 1 دانه 1 ضرب 1 ما 1 میشه در نتیجه چند میشه 1 جمع 1 ما 2 میشه منفی هم 2 بر چند است 2 است دوستای عزیز. خب در نتیجه چند میمانه دوستای عزیز 0 میمانه 0 بر جامع چی است 0 بر 2 است. هرگاه در جیب ما 0 داشته باشیم 0 پیسه داشته باشیم هیچ 2 نفر موجود باشه در چی میتیم هیچ چیز نداریم دیگه 0 است دیگه جامع 0 است. ببینید دوستای عزیز در نتیجه ما چه رقم حل میکنیم 30 بر 60 است داخل قوس خلاص میکنیم الان با ضرب تبدیل میگیره سرچپه میکنیم چند میشه 60 بر 20 است علامه تقسیم در جایش باشه حاله 2 3 6 جمع 4 ما چند میشه 10 6 جمع 4 10 بر 3 است. در نتیجه خلاص میکنیم ای با ای خلاص است ای سپرشن با ای خلاص است 3 بر 2 میمانه این علامه تقسیم به ضرب میره معکوس میسازیم 3 بر چند میشه 10 میشه در نتیجه 3 3 9 2 10 20 جواب 9 بر چند است 20 است. ببینید چقدر آسان است. سوال اخیری کار میکنیم دوستای قند در نتیجه خلاص کنیم 3 بر 4 خودش است داخل قوس علامه تقسیم به ضرب میره معکوس میسازیم مخرج نداره 1 است 1 بر چند میشه 4 میشه در نتیجه علامه ضرب است ای در حالت ضرب است اختصار میکنیم 1 3 3 2 3 6 میشه 1 3 3 2 3 6 میشه. اگر در اینجا اختصار نکنیم حال سوال در جایش باشه این ترتیب کنیم باز اختصار شروع کنیم 5 بر 3 ضرب 6 بر 10 در نتیجه شاگردایی که لایق شدین باز مشکل نداره در بین سوال اختصار کنیم جواب ناشتا کنیم. در نتیجه امکان اختصار است نه 1 ضرب 3 ما 3 است بر 4 4 ما 4 4 ما 16 میشه علامه ضرب است ایره خلاص میکنیم اختصار میشه 1 3 3 2 3 6 میشه و 1 2 2 5 2 میشه 5 با 5 خلاص در اونجا چند مان 1 مان 1 ضرب 3 بر 16 3 بر 16 را خودش است. ببینید دوستای عزیز امروز درس ما عمل تقسیم کسران بود در اینجا به پایان میسپاریم ان شاء الله روز بعد از کسر الکسر شروع میکنیم. جور و موفق و صحتمند باشید.